ای کسی که نوارهای فحش تماشا میکنی، آیا میدانی که تماشای نوارهای فحش از جمله گناهان کبیره به حساب می رود؟ آیا میدانی که تماشای چنین منظره ها ذلت و ناتوانی را به وجود می آورد؟ آیا میدانی که تماشای شخصان زناکار تو را در نظر مردم حقیر و پست می گرداند؟ آیا میدانی این گناه انسان را نزد خداوند به اعتبار می گرداند؟ آیا میدانی که تماشای چنین منظره های فحش در دل تو از کمترین چیزها وهم و ترس را پیدا می سازد؟ آیا میدانی اگر تو فیلم های فحشا تماشا کنی هرگز صاحب علم گشته نمی توانی؟ اگر صاحب علم هم شوی برکت ندارد؟ آیا میدانی که اگر چنین فیلم ها را تماشا کنی از حیات عائلوی شیرین با همسرت که میان تو و او محبت باشد محروم میگردی؟ آیا میدانی که وقتی تو به چنین عمل زشت دست میزنی حتما بندگان صالح الله تو را بد میبینند، حتی اگر به آن این عمل بدت را قصه هم نکرده باشی؟ آیا میدانی که اگر از این عمل زشتت توبه نکنی حتما قیمت آن را بسیار گران پرداخت میکنی؟ آیا راضی هستی که هنگام تماشای چنین نوارهای فحش خبر مرگ یکی از دوستانت به گوشت برسد؟ آیا میدانی که شاید خداوند از سختی و زشتی این عملت احتمال دارد که تو را به زمین فرو برد؟ آیا میدانی که شاید تو در همین حالت زشت بمیری؟ پروردگارت بسیار حلیم و مهربان است. اگر تو را در حال جزا نمی دهد فریفته مشو، زیرا اگر توبه نکنی حتما دیر یا زود جزای کرده ات را می بینی. آیا میدانی الله تعالی از توبه بندگانش خوشحال می گردد؟ آیا میدانی اگر تو از این عمل زشت توبه و پرهیز نمایی حتما خداوند عوض بهتر را نصیبت می گرداند؟ پس خود حاضر آستین همت بالا بزن و از کامپیوتر، تلفن و هر آنچه در آن نوارهای فحش را تا امروز نگاه داشته ای یا به مردم روان میکنی پاک بساز و به بارگاه الهی توبه صادقانه نما. الله تعالی توبه پذیر است و هیچ کس را ناامید نمیگرداند. السلام علیکم.